4 میلیون آواره بدون اینکه یک جایگاه حقوقی روشن وجود داشته باشد در همسایه ها وجود دارد، در ایران، در پاکستان. برای تک تک هزارها، برای اینکه اهمیت این مسئله را بفهمه که کنده شدن از خاک و جغرافیا چی تبعاتی بر روان فرد، بر زندگی فرد، بر آینده فرد داره، حتی در جامعه های امن. فهم امروز ما مستلزم همینه که ما این رو بازسازی کنیم. خب تحلیل وضعیت امروز خیلی آسان نیست. پیچیدگی های اتفاق افتاده، تغییرات اتفاق افتاده، هزارها چیزهای تازه‌ای را تجربه کرده، هزارها مبارزات سیستماتیک و سازمانی یافته را در اشکال گوناگون تجربه کرده، هم در فرمت گروه‌های چپ مارکسیستی، چپ ماویستی، هم در قالب گروه‌های اسلامی و اسلام بنیادگرا و اسلام سیاسی تجربه کرده، هم مبارزه در چارچوب تشکیلات قومی و جنگ قومی را در افغانستان تجربه کرده. جمعیت قابل توجه هزارها شهرنشین شده، از اون انزواهای که در اون دوره بود بیرون آمده، بخشی از هزارها مهاجرت کرده تا تجربه چیزهای نو آموخته. اما